سعید جان یه لحظه سعید آریا داداش یه لحظه داداش ببخش آقا بچه‌ها پایینن دارن میرسن خب میلادو میلاد عباس دارن آقا یه لحظه الان میرسن میلاد و عباس دارن میری حرکتی بزنی استاد آقا صبر کن من یه چیز بگم عباس میلادو والا عباس بهتره تو چی میگی باشه عباس بهتره آقا برو سریع فقط اوکیش کن بوده بگم نگاه کنید استاد جان ببخش میلاد عباس جلسه بودن خواهش میکنم یه حرکت یه کوچولو ریز نه مانیتیزم سعید نه یه سوال خیلی ریز عزیز دل قربونت برم روی عباس در باز کرد چیکار استاد در باز کرد رو عباس چیز کوچیک خواهش میکنم لطفا استاد جان بدون وایس در باز بیا استاد بذار نه خودم در باز میکنم باشه بیا استاد اومدن تو میچسبونیشون برم سلام هیچی خیره خودت شیرین بودی شیرینی آوردی عزیز سلام حالا حتما سلام داداش خسته نباشی شیرینی بگیر عباس جان بده من داداش اینو آره راحت چیزش کنید بیا آقا یه بلای سرت بیارن هارت دوه عباس جون بده من جا آقا من اینجا نه سباکه آقا سباکه نه نمیگم کاری ندارم ببین اینا اومدن اونجا به زور گفتم بیا یه بلای سر عباس آره چه کنه کردن نه یه بلای کوچولو میخوام بیارم دستت اینطوری کن شما ببخش من پشتم شما انگشتات چند تاه؟ آخرین بار پارسا بود شما اون 10 تا بود مطمئن 10 تا پارسا شما بردی؟ اون سمای مردم دیگه یه بار دیگه بشمار اکلون بر از هر جا دوست داری بشمار از این ور از اون ور من از سنجی کنیم بشمار 1 2 3 4 5 دیگه آقاتی بزن بگو نه جدی برو 3 4 5 6 7 8 9 10 10 تا آفرین حالا یه بار دیگه بشمارم من برات بشمارم 1 2 3 4 5 6 این 7 هو تو ثابت به علک ببین رفت تو آسمون غیب شد دیگه هفتی وجود نداره میاد اینجا بقیه‌اش 8 9 10 خب حالا یه بار دیگه بشمار ببینم بشمار 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 میخندی یه بار دیگه بشمار یه بار متوجه نشدی هنوز یه بار دیگه بشمار نه درست شما پارسال 10 تا بود دیگه امسال فرق کرده ژنتیک بوده من قرار فرق نه خب یه بار دیگه برو یه بار دیگه بشمون دیگه نه اوکی آقا اوکی 1 2 3 4 5 6 8 9 10 تمام این شد 11 تا دونه انگشت مثل بقیه آدم ها 11 تا شد یه بار دیگه بشمار بلند 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 عالی آقا از این به بعد دانشجوی ما 11 تا انگشت داره با 11 تا انگشت ما تایپ نیاز داشتیم 2 تا انگشت اضافه کم می‌آوردید تا حالا یه بار دیگه بده من 1 2 3 4 5 6 ببخشید 1 2 3 4 5 درسته 6 7 8 9 10 یه بار دیگه بشمار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آفرین
خیلی راحت بود. باور کن هنوزم متوجه نشده. هنوزم متوجه چشای دیگه هنوز متوجه نشده. یک دوستان یادتون چی اوکی خوب میشی ان شاء الله. آقا دست از سرمون برمی‌گردید واسه کارم. همه شما یه چیپ چراغونی پاس